قانون نو تنظیم و لباس بیگانه در نشست کمیته دین بحث گرم را میان خبرنگاران و مسئولین این نهاد به میان آورد. سوال اساسی روزنامه‌نگاران این بود که مقامات روشنی اندازند کدام نماد لباس به اصطلاح بیگانه است. پاسخ رئیس کمیته دین چنین بود: در مسئله لباس بیگانه البته گروهی کاری با شمول نمایندگی وزارت فرهنگ و وزارت کمیته زنان و کمیته دین و دیگر اداره ها سر این موضوع معین کرده است که ما چگونه لباس‌های تاثیری که خاصی ارزش‌های ملی و عنعنه‌های ملی ما هستند در وقت‌های نزدیک و عامه پیشکش روز 26 ایول شورای علمای تاجیکستان با نشر فتوای گفت زنان و دختران لباس تنگ، سیاه و حریر نپوشند. نکات اصلی فتوای این شورا که اگر لطف کنم توضیح بدم نکات این فتوایی که از طرف نهاد زیر نظر این کس صادر شد. در این نشست از رئیس شورای علما پرسیدند که فتوای صادر کرده‌اش را شرح دهد. اسلام هیچ نمودی رنگ یا دوخت یا طرحی معین پیشکش کردگی نیست. رعایت میکنن چی ملت اندونزیا باشد، چی مالزیا باشد، چی عرب ها باشند، چی دیگر ملت ها با رنگ و نمود و دوختی خاصی ملت های خود معیارهای شرعی رعایت میشد. این رو 100% دینی مبین اسلام قبول دارد و فتوای ما هم یعنی به همین مسئله است که دینی یعنی با لباس‌های ملی یعنی مدامی که معیارهای شرعی رعایت میشود شورای علما همون لباس‌های ملی رو توصیه میده. اون نیم که تماما به ملت ما بیگانه هست اون رو هم در نظر داریم که توصیه داده نمی شود. هم رئیس کمیته دین و هم مفتی تاجیکستان تلاش کردند ثابت کنند لباس ملی که مقامات آن را ترغیب میکنند مخالف دین اسلام نیست. اگر مقصدمون از سطح اون معیاری که مثلا دینی مبین اسلام برای پیروانش معین کرده باشند اگر همون معیار باشد همون معیار رو با همین سر لباس ملی هم به جای آوردن ممکن است. یک نفر اتقانمند میتواند به همین سر لباس ملی همون معیارهایی که شریعت معین کرده است اون رو به جای بیاورد. مسئله پوشش لباس زنان بعد ماه می و قبول قانونی نوی تنظیم در تاجیکستان داغ شد. بر اساس این قانون پوشیدن لباس بیگانه در کشور منع است، اما مقامات تا حال معین نکردند که لباس بیگانه کدام است. عالمان ساحه دین در این باره نظر دیگر دارند. روحانی تاجیک عطاالله منانه میگوید دین اسلام برای زنها لباس خاصی را تعیین نکرده است، تنها چند شرط و معیار مقرر نموده است که باید رعایت شوند. و متاسفانه جناب مفتی هم گفتند که لباس ملی امروزه ما کلا مطابق شریعت است. متاسفانه این درست نیست، زیرا که چنانه که ما معیارهای شریعت را بیان کردیم طلبات شریعت باید کلا سطر جسم زن بجز رو و دستش پوشیده باشد. ولی امروزه نمونه ها را من همه اش را دیدم، مشاهده کردم که آنها همه گردن و پیشی بر کشاده هستند. مویسر زنها هم پیشی مویهای پیش و هم در بر همه جا کشاده هستند. همچنین اکثریان یا کلان همه لباس ها آستین کلته هستند که دستان زنها نمایان است و این با معیارها و طلبات دینی مبین اسلام جوابگو نیست. البته مقامات میگویند با هدف ترغیب ارزش‌های ملی و پیشگیری مردم از افراط شوی طرح‌های ملی را پیشنهاد می‌کنند، اما سازمان‌های حامی حقوق و برخی ساکنان این را محدود کردن آزادی مردم خوانده کار مقامات را تنقید کردند. مولا رجب یوسفی امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه.